توجه با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 29 آگوست سال 2025 آزمون جمهوریوی شاهنامه‌خوانی با مقصد ارجگذاری به خدمت‌های شاعر کلاسیک تاجیک ابوالقاسم فردوسی و آموزش آثار و تاریخ پرغناوت و پرافتخار ملت تاجیک جهت بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تقویت نیروی ذهنی، دریافت چهره‌های نو سخنور و سخندان، ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و فرهنگی، انکشاف قابلیت ایجادی، تحکیم احساس خودآگاهی و خودشناسی، تکمیل ذخیره لغوی، تقویت جهان معنوی میان همه قشرهای جامعه تحت سرپرستی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سال 2026 دایر می‌گردد. آزمون از 4 دور عبارت بوده. از ماه مارس سال 2026 تا ماه دکبر سال 2026 به طور ذیل تشکیل و گذرانیده می شود. دور یکم ماه مارس سال 2026 در مؤسسه‌های تعلیمی، مؤسسه‌های علمی و دیگر تشکیلات‌ها. دور دوم ماه اپریل سال 2026 در مرکز شهر و ناحیه‌ها. دور سوم نیمه دوم ماه سپتامبر سال 2026 در مرکزهای ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌های سوغد و ختلان، شهر دوشنبه و شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری. دور چهارم نیمه یکم ماه دکبر در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. مکافات‌های پولی برای غالبان آزمون از روی 6 گروه و یک نامیناسیا به طور زیرین مقرر کرده شده است. برای غالبان جای یکم 70,000 سومانی، جای دوم 50,000 سومانی، جای سوم 40,000 سومانی و برای شاه جایزه 140,000 سومانی مقرر کرده شده است. معلومات بیشتر در نظامنامه آزمون جمهوریوی شاهنامه‌خوانی درج گردیده است.